یک مخلوق ضعیف، یک مخلوق غیر مرئی دیده نمیشه. میدانی که الله قادره؟ میدانی که الله قدرت داره که انسانها را چگونه تنبیه کنه؟ بدان که کاف کرونا لا اله الا الله کلمه طیبه را برای ما معرفی میکنه که ای انسان متوجه باش که غیر از الله دیگه قانونگذاری نیست، غیر از الله دیگه حاکمیتی نیست، غیر از الله دیگه قدرتی نیست، غیر از الله دیگه کسی نیست که لیاقت سجده را داشته باشه، لیاقت پرستش را داشته باشه. فقط الله است که دارای قدرت کامل است. کافش کلمه طیبه هست، کلمه طیبه رجوع به الله، رجوع به الله یعنی توبه. میخوای کرونا از این شهر بره؟ توبه کن. جالب اینجاست که ما به خاطر صحتمندی شهروندان خود، به خاطر صحتمندی این ملت خود، حتی حلقات حفظ اساتید تعطیل کردن، حتی بالاخره درس و تعلیم تعطیل شده. من تعجب به این میکنم که میگه جمهوری اسلامی، شما کسانی که مسئولیت دارید، مکتبم تعطیل، مدرسم تعطیل، دارالفاظم تعطیل، همه اینها تعطیل، بچه‌خوانی هم تعطیل، همه تعطیل. مردم داخل خانه های خود بشین سریال نگاه کنه؟ چرا رسانه های مبتذل تعطیل نمی کنید؟ اگه میخوایی که این مرض دفع بشه، چرا به رسانه ها دستور نمیدهن که رسانه ها تلاوت قرآن داشته باشه؟ چرا دستور نمیدهن که رسانه ها مسائل دینی و احکامات اسلامی رو به نشر برسانه؟ اینها اسباب به وجود آمدن مرض نیست. اینهایی که به رسانه های مبتذل همه تعطیل، غیر از رسانه های مبتذل، رسانه های صوتی و تصویری، زن بخوانه، برقص، موسیقی، پایکوبی، همه بالاخره داخل خانه ها بنشینن تلویزیون نگاه کنن. کرونا و به ما این پیام داره، رجوع به الله. رسانه هایی که لجام گسیخته هستی، قبل از این که این عذاب الهی به سراغ شما بیایه، رجوع کنید به الله. کافش کلمه طیبه، رجوع به الله که همانا توبه هست. واو، کرونا وقتی که من و شما میگیم واو، وحشت از گناه، وحشت از کرونا نکن، وحشت از این ویروس نکن، وحشت از فلان مریضی و فلان مریضی نکن. کرونا واوش این پیام داره، وحشت از گناه داشته باش. گناه را یک مخلوق وحشی بدان که تو را از بین میبره. وحشت از گناه، پریشانی از گناه، ندامت از گناه. این پیامبر داره عزیزان و بزرگواران. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، دست جمعی به درگاه الله توبه کنید تا این که رستگار شوید. واو، وحشت از گناه. بعد از واو چی می آیه؟ نون، نماز نافله. پایبندی داشته باش. فرائض کو بیاد مگری بخوانی، نماز فرض کو فرضه. نون این پیامبر داره، نون نماز نافله. ساعت به ساعت وضو بساز. یادتو که میایه که این مرض مهلک هست، یادتو میایه که این مرض کشنده هست، یادتو میایه که این مرض خانمان سوز هست، یادتو میایه که این مرض، یادتو از این بیایه که این مرض مخلوق خالق داره. وضو بساز، به حضور خالق کرونا استاده شو، به الله پناه بجو، سر به سجده بگذار، بگو اللهم اینی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. سر به سجده بگذار، بگو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. سر به سجده بگذار، بگو یا رب انت قوی و انا ضعیف،
انت الغنی و انا الفقیر. سر به سجده بگذار. پس نون کرونا نماز نفل، پایبندی به نماز نفل هست. الف اخیرش کرونا، الف اخیرش الف اخیر استغفار هست. استغفار داشته باش. الله سبحانه و تعالی در قرآن می فرمایه و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. ای پیغمبر تا زمانی که تو در بینشان باشی عذاب نمی آید. ای پیغمبر تا زمانی که در بینشان باشی عذاب نمی آید. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتن. ادامه آیه چی میگه برای ما؟ و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. تا زمانی که بین شما استغفار باشه عذاب نمی آید. در هر خانه‌ای که استغفار باشه عذاب نمی آید. در هر دکانی، در هر موتری، در هر جلسه، در هر زندگی که استغفار باشه عذاب نمی آید. عزیزان و بزرگواران، استغفار، استغفر الله و اتوب الیه، این ورد زبان